باشندگان شهر مزار شریف فصل تابستان امسال را با کمبود انرژی برق سپری کردند. این باشندگان مزار شریف با شکایت از ضعف مقام‌های حکومتی در تمدید شبکه برق مزار شریف میگویند از آغاز کار تمدید شبکه برق مزار شریف نزدیک به 2 سال میگذرد، اما هنوز بخش زیاد از شهر مزار شریف با بی‌برقی مواجه است و هیچ توجهی در این زمینه صورت نگرفته است. هرچند برق وارداتی ازبکستان از شهر مزار شریف میگذرد، با آن هم این شهر با کمبود برق مواجه است. مردم در شهر مزار شریف میگویند که بخش زیاد از برق سهمیه باشندگان مزار شریف از سوی مقامات محلی و شرکت‌های تجارتی به فروش رسیده است و باشندگان این شهر با کمبود برق مواجه‌اند. که با ما سرعت میشیم برق نمیخیسه و برق ما چونی باید بدل نمونه میخوره. برق نوبتی دیگه یا رسمی یا رسمی 2-3 سال میشم تو میگم جو نشه تا که ما متعلم هستیم از طرف شب درس میخوانیم، با الکین و با شام درس خواندن همه. شوی که برق از دورم شوی ساعتای هم 10 بجه اونم گاهی میای گاهی نمیای. با این حال وزارت انرژی و کمبود انرژی برق مزار شریف را کندی در کار ساختمانی شبکه عنوان کرده میگوید این مشکل را به زودی حل میسازند. ما نهایت سر کمپانی فشار داریم که هرچه زودتر انشالله این توسعه را تکمیل بکنه و شبکه ساخته شود. ما یقین دارم که ما از نظر کمبود برق مشکل نداریم. از برق وارداتی ازبکستان به شمول کابل به دیگر ولایت‌ها نیز برق داده می شود، اما به گفته باشندگان مزار شریف این برق در شهر مزار شریف همچنان به گونه عادلانه توزیع نشده است.